عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه باران. در خدمت شما هستیم با پخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و نفت و گاز گچساران از هفته 24 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور جام آزادگان، دیداری که تا لحظاتی دیگر با صوت این داور آغاز میشه. توپ رو در همین ابتدای کار بازیکن تیم داماش از سمت راست در اختیار دارن. داماشی که چشم به امتیاز این دیدار داره در ورزشگاه خانگی خودش در مقابل تیم نفت و گاز و گچساران. بدونیم که در پایان چه نتیجه برای این دو تیم رقم خواهد خورد. قبل از هر چیز آغاز ماه مبارک رمضان رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش گیلان. یوسف بهزادی توپ رو جمع میکنه. ترکیب استاد کنعان طاهرنژاد، علی خدایی، میلاد روئین، امیر محمد سیمانپور، امیر محمد فطرتی، محمد رستمی، میاد یزدانی، آرمان لطفخدا، رامین آقالو و رضا زاهد تبار. 11 بازیکنی هستن که علی نظر محمدی سرمربی تیم داماش به زمین مسابقه فرستاده. اعلام آفساید میشه توپی که فرستاده شد و در همین ابتدای کار اعلام آفساید هم شد. اما برای تیم نفت و گاز گچساران عباس بختی درون دروازه ایستاده، علی حدادی فر، روزبه آروانه، محمد مهدیپور، جلیل پناهی، حسین مالکی، محمد رضا فلاحیان، محمد امین سعیداوی، حسین بهرامی، سامان مهرابی زاده و علی قربانخانی. 11 بازیکنی هستند که عبدالصمد مرفاوی سرمربی تیم نفت و گاز به زمین مسابقه فرستاده. داور وسط این دار محمد میرزایی است. کمک داور اولیشون امیر غفوری، کمک دوم هم حمید صحرایی و داور چهارم هم امیر معصومی فر هست. ناظر این بازی هم آقای غلام رضوی است از استان مازندران و آقای صادق نوری هم به عنوان ناظر داوری این دیدار در ورزشگاه حضور داره. هواداری تیم داماش هم در همین ابتدای کار یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن. تیم داماشی که عرض کردم خدمت شما انتظار دارن هوادارا که این بازی رو بتونه امتیاز رو کسب کنه. دیدارهایی که این تیم در خانه برگزار کرده در نیم فصل دوم خوب بوده برای داماشی ها. این توپ رستمی رو به عقب برای رامین آقالو. رامین رو به عقب برای بهزادی، خود بهزادی بلند، جایی که علی حدادی فر کاپیتان تیم نفت و گاز حضور داره. این هم هوادارای تیم داماش که در تصویر دیدید داماشی ها با 24 امتیاز در رده 14 جدول لیگ دسته اول حضور دارن و تیم نفت و گاز و گچساران هم 29 امتیاز است و رده 11 جدول رو در اختیار داره. یک بار دیگه توپ به بیرون میره. علی نظر محمدی رو میبینید سرمربی تیم داماش گیلان. یک بار دیگه توپ به بیرون میره. کنعان طاهرنژاد میره تا این توپ رو پرتاب کنه. خود کنعان طاهرنژاد پرتاب رو انجام خواهد داد. یک بار دیگه باید ببینیم پرتاب رو انجام خواهند داد. یه نظر محمدی در نیمکت تیم صحبت کرد با بازیکن تیم خودش. پرتاب رو حالا انجام میدن. کنعان طاهرنژاد داخل محوطه جریمه با ضربه سر برمیگردونن مدافعین تیم نفت و گاز. باز هم
یک ضربه سر خود کنعان نرسید یه لحظه به رستمی این توپ و داور دستور خودش میدم و بازی رو نگه میداره. صحبت میکنم با داور. بال بازی رو میخواد آغاز کنه. به هر حال توپ رو میده به بازیکن تیم نفت و گاز. یک بار دیگه از سمت راست میلاد روین، توپش جایی میاد که مدافعین تیم نفت و گاز حضور دارن. دوباره داماشی توپ رو تصاحب می رستمی از سمت راست، خود رستمی توپش رسید به بازیکن خودی و در میانه راه باز همین مدافعین تیم اول تیم داماشگی کنار زمین توپ بیرون میره. برای آقالو دوباره لطف خدا باز هم توپ به بیرون میره. پرتاب برای تیم داماش گیلان. این هم نیمکت تیم داماش که در تصویر دیدید. اعلام خطا میشه برای تیم نفت و گاز گشتارا. توپ رو دروازه‌بان تیم نفت و گاز خواهد زد. بلند به زمین تیم داماش. یه لحظه رستمی رو توپ تاثیر گذاشت، توپ رو به راست برد سیمانپور. حالا یه توپ خوب برای فطرتی، بازیکن جوان و تاثیرگذار تیم داماش که هفته قبل هم یه گل رو برای داماشا به ثمر رسوند. اعلام خطا میشه. خطا به سود داماش. این هم پرچم داماش که در ورزشگاه برافراشته شده توسط این هوادارهای خونگرم. پرچمی که همیشه هوادارهای داماش با خودشون حمل میکنن و به ورزشگاه میارن و تیم خودشون رو هم تنها نمیذارن هیچ وقت. پرتاب دوباره برای داماشی ها، پرتابی که انجام میشه طاهر نژاد و توپی که باز هم در اختیار میگیره عباس بختیاری. خود بختیاری بلند به زمین داماش، جایی که یه لحظه رامین آقالو رو تاثیر گذاشت رو توپ، باز هم اشتباه کرد رامین. از سمت راست توپ رو میزنن نفت و گازی ها. مهرابی زاده که توپ رو برمیگردونن. حالا زاهد تبار میتونه برای داماشی ها ایجاد بشه. خود زاهد تبار به سمت چپ میاد رو کماکان موقع دارن داماشی ها و یاد یزدانی روی زمین افتاد، اما خطایی هم اعلام نشد از سوی داور. شهرام حمیدی مدیر تیم داماش گیلان هست و همچنین سجاد حقدادی مدیر رسانه این تیم. صحبت میکرد یه لحظه شهرام حمیدی با داور چهارم آقای امیر معصومی فر. حالا پرتاب دوباره انجام خواهد شد. این چهره سامان مهرابی زاده، خود ببخشید این
کنان طاهر نژاد خود کنعان توپ رو میفرسته و برگشت توپ از مدافعان تیم نفت و گاز و این سمت هم توپ باز به بیرون میره. 10 دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی. مهدی پور روی زمین میفته و حالا بلند میشه بازی ادامه خواهد داد. این هم علی نظر محمدی، در کنارش محمد رضا مهدوی صحبت میکنن بازیکن تیم خودشون. بازی سختی رو هم دارن. داماش گل بزن، رشتیا بیقرارن، شعاری که هوادار تیم داماش در ورزشگاه سر میدن. فرض کردم فقط به امتیاز فکر میکنن. صمد مرفاوی رو دیدید در تصویر، سرمربی تیم نفت و گاز گچساران. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت و گاز و باز هم اعلام خطا. برادران یوسف نژاد هم در تصویر میبینید، مالک و مدیر عامل باشگاه داماش گیلان. یک بار دیگه از سمت راست سامان مهرابی زاده، چقدر خطرناک شده این سامان و همچنان گل نزن. همچنان مثل زمانی که در داماش بود نتونست از موقعیت خودش استفاده کنه. توپ رو به بیرون میزنه مهرابی زاده، اما موقعیت خیلی خوبی بود که برای تیم نفت و گاز از دست داد. هواداری داماش رو میبینید، موقعیت خوبی رو ایجاد کردن بازیکن تیم نفت و گاز، خطرناک هم اومدن جلو. نشون خواهیم داد به شما که چه اتفاقی رخ داد. ببینید توپی که اینجا خود مهرابی زاده برداشت و زد اما به بیرون رفت. علی نظر محمدی رو میبینیم. بازیکن داماش روی زمین افتاده و باید به وضعیتش رسیدگی بشه. نظر محمدی همچنان صحبت میکنه با بازیکن تیم خودش. نور ورزشگاه هم درست شده و یه چند تا ترام و لامپ هم عوض کردن. هیئت فوتبال استان گیلان جای تشکر داره از هیئت فوتبال استان گیلان شهرستان رشت، کل ورزش و جوانان که در حال تلاش میکنن تا این بازی ها در زمین عضدی رشت برگزار بشه. هرچند نیاز هست باز تلاش های بیشتری بشه تا هوادارا بتونن بیشتر به ورزشگاه بیان، مخصوصا این سکوی روبرو اگه آماده باشه که بیشتر هم خواهند اومد و در روبرو خواهند نشست و تیم محبوب خودشون داماش رو تشویق خواهند کرد و امیدواریم که بازی سپید رود همجوری بشه که بتونن در همین ورزشگاه برگزار بشه. متاسفانه با 1 روز فاصله برگزار میشه و به دلیل اون چیزی که گفتن خرابی چمن اجازه نمیدن که تیم سپید رود دیگه بازیش اینجا برگزار کنه. الان فردا سپید رود با پاس همدان بازی خواهد داشت در ورزشگاه سردار جنگل رشت بازی برگزار. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت و گاز و برگشت توپ از مدافعین، چقدر پاساشون کوتاه هست و دوباره میرسه به بازیکن تیم حریف. باز هم از سمت چپ بازیکن تیم نفت و گاز گچساران مهرابی زاده یه پاس خوب رو میفرسته این بار و توپی که در اختیار میگیره بهزادی، قبلش داور اعلام میکنه که توپ به کورنر رفته.
کرنر رو خواهند زد بازیکن تیم نفت و گاز. توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه، به همه برخورد کرد، توپو به بیرون رفت. شماره 11 جلیل پناهی این توپ رو زد برای تیم نفت و گاز گشساران. این چهره پناهی است. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت و گاز در میانه های میدان صاحب توپ هستن، رو به عقب. کماکان توپ رو در زمین خودشون در اختیار دارن زرتپوشان تیم نفت و گاز. کنعان یه لحظه موقعی خوبی رو انجام میده و توپی که بیرون نرفته. خود کنعان طاهر نژاد به دنبال توپ هست، توپی که در گوشه زمین و به پاهای خود کنعان طاهر نژاد برخورد میکنه، توپ به بیرون میره. دروازه‌بان بختیاری بازی رو آغاز خواهد کرد. دروازه‌بان تیم نفت و گاز گشساران. کوتاه کار میکنه این بار از سمت راست. علی حدادی فرد، دوباره مهرابی زاده به میانه میدان بازیکن تیم داماش. یک بار دیگه کار رستمی به راست میبره توپ رو. میلاد رویین از همون سمت راست زایتبار، خود رضا زایتبار دوباره رویین از زیر پاش توپ رد میشه. باز هم بازیکن تیم نفت و گاز صاحب توپ و موقعیت هستن. اگه بفرسته آفساید خواهد بود که پرچم داور بالا نرفت، اما توپ به بیرون رفت. ناظرین دیدار رو میبینید، جناب آقای رضوی در کنار آقای پورهادی داوران برجسته استان گیلان، نماینده هیئت فوتبال استان گیلان هم هست آقای پورهادی. توپ رو حالا میفرستن بازیکن تیم نفت و گاز. برگشت توپ، اوه 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 اوه، چه توپی رو زد مهرابی زاده، خیلی پاش بلند بود، به صورت رضا هم برخورد کرد این توپ. این چهره سامان مهرابی زاده است. عرض کردم این فصل اول در ماش حضور داشت سامان و در این هم این فصل دوم اومده به تیم نفت و گاز. آقای شیتفر رو هم میبینیم، مسئول استادیوم شهید عزودی شهر رشت، در حفظ و نگهداری این ورزشگاه خیلی تلاش کرده آقای شیتفر به همراه دیگر اعضای هیئت فوتبال استان گیلان و شهرستان رشت. یک بار دیگه از سمت راست توپی که میزنن اما راهی به دروازه نداره. باز هم آقالو، ضربه سری که این سم رسید به بازیکن تیم نفت و گاز. حدادی فر، دست علی نظر محمدی بالاست، میگه توپ به بیرون رفته، اما داور به کمک خودش نگاه کرد و بیرون رفتن توپ رو ندید. داور چهارم هم میخواد از علی نظر محمدی و کادرش که اعتراض نکنن. یک بار دیگه در میانه میدان بازم در همونجا توپ رو در اختیار دارن بازیکن تیم داماش. خطا نمیشه، همچنان موقعیت هست برای داماشی ها. این سمت در شماره 17 علی خدایی و توپی که در اختیار گرفت بختیاری. هواداره داماش رو میبینیم در روبروی جایگاه. عباس بختیاری بازی رو آغاز خواهد کرد. یه بار دیگه مهرابی زاده حالا صاحب توپ میشه. دو بازیکن اونجا حضور دارن و مهرابی توپش به بیرون میزنه. اعصاب صمد مرفاوی هم میرزه به هم، خیلی اعتراض میکنه به مهرابی زاده. حالا یه بازیکن هم روی زمین افتاده از تیم داماش گیلان، یوسف بهزادی. حالا تو برداشته تا بازی رو آغاز کنه.
کادر فنی میبینید این هم صمد مرفوی که همچنان عصبی است از که خراب کرده مهرابی زاده. موقعیت خوبی که برای تیم نفت و گاز از دست رفت. توپ به بیرون میره. پرتاب برای داماش خواهد بود. یک دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی. باز هم در میانه های میدان بازیکن تیم نفت و گاز صاحب توپ میشن. حدادی فر یه توپ رو از راست به چپ میبرن. موقعیت هست برای بازیکن تیم نفت و گاز و توپ رو برمیگردونن داماشیا. اعلام خطا هم میشه. اعلام خطا میشه. علی نظر محمدی رو میبینید و دیگر اعضای کادر فنی شهرام حمیدی و دیگر دوستانی که اونجا حضور داشتن. توپ رو میزنه بهزادی جایی که بازیکن داماش حضور دارن. باز هم در میانه میدان رستمی رو به عقب. آقالو و آرمان لطف خدا. آرمان به بهزادی میده توپ رو. خود همایون بخشید یوسف بهزادی. یاد همایون بهزادی افتادم در آزمان خوبه تیم ملیمون. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم نفت و گاز که برمیگردونن به خوبی بازیکن تیم داماش گیلان. یک بار دیگه داماشی ها صاحب توپ میشن. میلاد روئین، معین بهزادی از مربیان خوب فوتبال کشورمون بود. در تیم پرسپولیس هم مربیگری میکرد. از تیم شاهین شروع کرده بود به عنوان مهاجم حضور داشت در فوتبال کشورمون و حالا اسم یوسف بهزادی که اومد دروازه‌بان تیم داماش ما رو به یاد این مهاجم سالهای دور تیم شاهین و پرسپولیس انداخت. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت و گاز از سمت راست و باز هم کاپیتان تیم داماش هست که توپ رو میگیره. حالا به چپ میاره. ببینیم توپ رسید یا که خیر نرسید به علی خدایی. حالا این سمت رامین آقالو بود که توپ رو به عقب فرستاد. دروازه‌بان خودشون باز هم در میانه بازیکن تیم نفت و گاز. حالا به توپ باز هم نرسید. این بار سیمانپور بود که به توپ نرسید. توپی که حالا فرستاده میشه کنعان طاهر نژاد هست که با ضربه سر توپ رو برمیگردونه. هوا کم کم سرد میشه در شهر رشت و این سردی رو هم قطعا بازیکن تو زمین هم احساس خواهند کرد. یک بار دیگه رستمی به راست میبره توپ رو. حالا از همون سمت راست رضا زاهد تبار رسیده به توپ. خود زاهد تبار و توپی که باز هم برگشت میدن. باز هم صاحب توپ
این هم یه نمای زیبا از ماه رو میبینید که در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت، ماه مبارک رمضان که امروز سلمان عزیز مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. شمایی که بعد از افطار نشستید و دارید این بازی مهیج رو نگاه میکنید، بازی تیم داماش گیلان در رقابت‌های لیگ دسته اول مقابل نفت و گاز گچساران و قرار از فردا شب هم بازی‌های فوتسال جام رمضان رو برای شما بینندگان عزیز به صورت زنده و مستقیم پخش کنیم در جای جای نقاط استان و مسابقات فوتسالی که انجام میشه به مناسبت ماه مبارک رمضان. همکارمون در سیمای مرکز گیلان تصمیم به پخش این رقابت ها دارن و فکر کنم فردا اولین روز مسابقات در سالن شهید سلیمانی شهر رشت باشه که قطعاً اگه همراه ما باشید فردا به صورت زنده و مستقیم اولین روز به گل تبدیل نشد. برگردون بازیکن تیم نفت و گاز این توپ رو. باش یک بار دیگه تو بیرون میره و پرتاب برای زرد پوشان تیم نفت و گاز خواهد بود. این موسیقی صدای ما رو هم اگه همکاران دو پخش بگیرن ممنون میشیم. برنامه‌های زیادی بازیکن تیم نفت و گاز خواهند زد و مهرابی زاده است که این کار رو انجام خواهد داد برای تیم نفت و گاز گچساران. در میانه میدان بازیکن تیم داماش صاحب توپ رو به راست میبرن، از همون سمت راست میخوان حمله تحریک بیارن، توپ یه لحظه به بیرون رفت. یک بار دیگه بختیاری که صاحب توپ میشه، عباس بختیاری. دوباره بازیکن تیم نفت و گاز صاحب توپ هستن. مهرابی زاده در میانه های میدان رو به عقب از سمت راست علی حدادی فر، توپی که حالا ساند میشه داخل محوطه جریمه، ضربه سر مهرابی زاده و توپی که بهزادی در اختیار گرفت. یوسف بهزادی اون سمت راست میخواد بازی رو آغاز کنه. بهزادی بلند به زمین تیم نفت و گاز. سیمانپور صاحب توپ هست. سیمانپور از این توپ چگونه استفاده خواهد کرد؟ سیمانپور که توپشو میزنه به بیرون میره. پرتاب
برای تیم داماش خواهد بود. این هم هواداره خونگرم تیم داماش که در ورزشگاه حضور دارن. از دقایقی قبل از شروع مسابقه داشتن تیم رو تشویق میکردن و همچنان در حال تشویق تیم. این هم علی نظر محمدی، پرتابی که حالا انجام خواهد شد برای داماش. میلاد رویین، خود میلاد توپش رو میفرسته، باز هم میلاد صاحب توپ هست، یکی دو بازیکن جلوش ایستادن کمی عقب‌تر برای خدایی. دوباره سانتی که انجام میشه پشت محوطه جریمه که توپ کماکان در اختیار بازیکن تیم داماش هست. باز هم توپ رو به بیرون میزنن بازیکن تیم داماش. بریم علی نظر محمدی رو ببینیم چقدر عصبی است روی نیمکت. علی نظر محمدی فرا میخونه بازیکن تیم خودش رو. یه بازیکن حالا روی زمین افتاده، صحبت میکنه با بازیکن تیم خودش. علی نظر محمدی با آرمان لطف خودشون رو تشویق میکنن. همچنان روی زمین افتاده بازیکن تیم نفت و گاز گچساران. بلند میشه و بازی ادامه خواهد داد. حسین مالکی، حالا بختیاری هم میارم که روی زمین افتاده، در بازمان تیم نفت و گاز آقای عباس بختیاری. چقدر عصبی است، میگه هفته قبل که سر ما رو بریدن، اینجا هم توی خونه ما دارن بر ضد ما میگیرن. حالا نمیدونم کدوم صحنه بیشتر معترض بود علی نظر محمدی، حالا که داور گرفته اینو به نفع تیم داماش. عصبی علی نظر محمدی و قصد داره فهمی تعویض رو انجام بده. تعویضی که قرار انجام بشه. آره داره یه تعویض رو انجام میده. ندیدم کدوم بازیکن در کنار زمین هست، فقط دیدم تعویض انجام میشه. در نتایج همزمان هم فقط یه بازی گل داشته که شهرراز یه گل رو به پارس جنوبی جم زده در زمین پارس جنوبی. 35مین دقیقه از این دیدار. 0-0 مساوی. توپ رو بختیاری در اختیار میگیره. دو حسین مالکی باشه. بله حسین مالکی از تیم حریف است که داره تعویض میشه. تیم نفت و گاز گچساران مصدوم شد یار شما 32 و 27 قرار بازی بیاد. امید سینک بازیکن خوبی هم هست. امید که بازی خواهد اومد. هم چهره داور این دیدار آقای محمد میرزایی. تعویضی که منتظریم تا انجام بشه. بازی رو از سر میگیرد سیمان پور. مثلا برگشت تو از سمت راست زمین خودشون میخوان بازی رو پیش ببرن. فعلا موفق نیستن داماشی ها. دوباره بازیکن تیم نفت و گاز توپ رو جایی فرستادن. مهران زاده از آفساید بود. اگه توپ رو میگرفت که اعلام آفساید هم شد. سامان مهران زاده این بار تو آفساید بود و توپی که زد قشنگ مشخص بود که خودش یکی دو قدم توی آفساید بود. داور هم به خوبی تشخیص داد و
اعلام کرد آفساید رو. این کمک اول این دیدار امیر غفوری است. یک بار دیگه داماشی ها تو پاشون به هدف نمیرسه، یک بار دیگه به چپ میبرن توپ رو. باز هم بازیکن تیم نفت و گاز هستن که جناح بازی رو عوض میکنن، به راست میارن. علی حدادی فر کاپیتان تیم نفت و گاز توپ رو رد میکنه. مهرابی زاده سعداوی هم کنارش هست که قبلش خطا اعلام میشه. محمد امین سعیداوی شماره 55 که در تصویر میبینید امید سینک اینجا ایستاده تا این ضربه رو بزنه به همراه علی حدادی فر. خود حدادی فر میمونه و همه میرن تا علی حدادی فر این توپ رو بفرسته بر روی دروازه داماش. موقع خطرناکی هست. خود حدادی فر میزنه توپ رو و بهزادیه که توپ رو دور میکنه یوسف و باز هم موقعیت هست برای تیم نفت و گاز و این بار یوسف جمع میکنه توپ رو. بلافاصله از سمت چپ کنعان طاهر نژاد موقعیت خوبی رو میتونن ایجاد کنن. میاد یزدانی دوباره کنعان به توپ چگونه استفاده خواهند کرد. سعیداوی به دنبال توپ هست که توپ به بیرون میره. علی نظر محمدی باز هم معترض هست خودش. ولی میاد یزدانی این بار تضمین میده. دیگه خیلی امروز عصبی است علی نظر محمدی. عرض کردم خدمت شما 3 امتیاز رو میخواد، هر جور که شده باید این 3 امتیاز رو بگیره. موقعیت داماش تو جدول اونقدر هم خوب نیست. بازی هفته گذشتهشون رو که خودشون هم گفتن به حالا اشتباهات داوری واگذار کردن. پنالتی که پنالتی نبود. در همون دقایق اوایل بازی بود که گل رو دریافت کردند. بازیکن مصدوم رو حالا بیرون میارن. صمد مرفاوی رو هم در تصویر میبینید. صمد مرفاوی هم مربی خوبی است، تیمی رو درست کرده. نفت و گاز گشتیارانی که تا اینجای جدول بالا اومده نقشه این سرمربی بوده و بازیکن خوبی که در این فصل دوم هم در اختیار گرفته تیم نفت و گاز. یک بار دیگه حدادی فر باز هم به خوبی توپ رو دریافت میکنه. این بار رضا زاهد سوار و دو دستی توپ رو میده به محمد امین سعیداوی و توپی که اینجا به دروازه‌بان بهزادی میرسه. حق داره علی نظر اینقدر عصبی باشه. باز هم بهزادی باید بازی رو آغاز کنه. 41مین دقیقه از این دیدار. توپ فرستاده میشه. ضربه خوبه سیمانپور دوباره در میانه میدان. یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت خلیل محمد فطرتی که عرض کردم خدمت شما هفته قبل یه گل رو هم برای داماش به ثمر رسوند. امروز فیکس داره بازی میکنه. علی نظر محمدی خودش هم اشاره داشت یه 7-8 بازیکنی رو امسال در نیم فصل دوم آورد که از پایه های داماش که بتونه در تیم داماش بازی کنن. به هر حال این ریسک رو پذیرفت علی نظر محمدی از بازیکنای جوان تیم خودش بخواد استفاده کنه. حالا توپ جایی رسید که خود علی نظر محمدی حضور داشت. به هر حال این جوانهایی که دارن برای تیم داماش میکنن آینده های این تیم رو تشکیل میدن. بازیکنایی که از پایه ها میان بالا و به صورت درست
یاد میگیرن که چطور در اختیار تیم باشن. یک کاری که بازیکن تیم داماش گیلان، فرصت هست برای داماشی ها، یه لحظه یه توپ رو میزنه امیر محمد فطرتی که توپ به بیرون میره. پرتاب رو داماشی ها انجام خواهند داد. توپی که فرستاده میشه اعلام خطا میشه. مالک باشگاه آقای یوسف نژاد که در ورزشگاه حضور داره و از نزدیک بازی تیم خودش رو نگاه میکنه. این هم بازیکن تیم ذخیره تیم داماش گیلان که دارن گرم میکنن در کنار زمین خودشون رو و تصویر زیبایی که کارگردان خوب برنامه به تصویر میکشه برای شما بینندگان عزیز. یک بار دیگه در میانه میدان رستمی به راست میبره توپ رو به سمت چپ. زاهد تبار از بالای سر زاهد تبار توپ عبور میکنه. یک بار دیگه محمد رستمی، میاد یزدان، خود میاد، یکی دو بازیکن جلوش ایستادن. کنعان طاهر نژاد، سانت کنعان جایی که بختیاری حضور داره و توپ رو میکنه. یک بار دیگه به چپ میارن. کنعان طاهر نژاد، کنعان به دنبال توپ هست، توپش به بیرون میره و پرتاب برای محمد امین سعیداوی و تیم نفت و گاز گشتساران. محمد امین سعیداوی توپ رو خواهد فرستاد. این چهره بلند. کنعان طاهر نژاد یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت، میاد به دنبال توپ هست. حالا داماشی ها خدایی، محمد رستمیه که توپ رو به بیرون میزنن داماشی ها به دلیل مصدومیت فلاحیان که روی زمین افتاده و باید به وضعیتش رسیدگی بشه. خود فلاحیان چهلو پنجمین دقیقه از این دیدار هست دیگه. کم کم باید چند دقیقه وقت طلب شده داور اعلام خواهد کرد برای نیمه اول. دارن درست میکنن فکر کنم. حالا یه 5 دقیقه رو آیه لطافتی در دستش داره. پنج دقیقه هم وقت کمی نیست برای نیمه اول. اینجا 5 دقیقه رو نشون میده امیر معصومی فر و 5 دقیقه دو تیم در نیمه اول فرصت دارن که ببینید در این 5 دقیقه آیا گلی به ثمر خواهد رسید یا که خیر. توپ رو میفرستن بازیکن تیم داماش. یه لحظه رستمی رو توپ تاثیر گذاشت و توپ به بیرون رفت. معترض هستن بازیکن تیم نفت و گاز که میگن توپ به بازیکن تیم داماش خورده که به بیرون رفته. پرتاب رو انجام خواهند داد بازیکن تیم داماش. توپی که فرستاده میشه داخل ماده، توپی که باز هم بختیاری در اختیار میگیره دروازه‌بان تیم نفت و گاز گشتساران. باز هم بلند، این بار توپ به بیرون میره. پرتاب برای داماش خواهد بود. صمد مرفاوی رو ببینید خیلی ناراحت است از دست دروازه‌بان تیم خودش که حالا روی زمین هم افتاده. کامل روی زمین افتاده دروازه‌بان و مرفاوی که میبینید. علی نظر محمدی هم معترض است. دروازه‌بان رو میبینید که روی زمین افتاده. حالا طبق قوانین جدید فیفا اعلام شده که دروازه‌بان بیش از 8 ثانیه توپ رو نگه داره یا بیش از حد خودش رو
به زمین بندازه و داور تشخیص بده، یه کورنر به نفع تیم حریف خواهد شد. حالا این تو قوانین جدید فیفا هست، باید ببینیم کی اجرایی خواهد شد. واقعا یه سری از تیم‌ها هستن که خیلی وقت تلف میکنن، حالا کاری به این بازی ندارم، اما تیم‌هایی هستن که واقعا رو اعصاب هستن و خیلی وقت تلف میکنن که باید درس عبرتی باشه براشون که دیگه از این کارا نکنن. قوانین خوبی رو فیفا گذاشته، اجرایی بشه فوتبال قشنگتر هم خواهد شد. یک بار دیگه یک سانت از پشت محوطه جریمه نرسید به سیمانپور و میاد یزدانی هم که اونجا حضور داشت. این بختیاری که توپ رو در اختیار گرفت، عباس بختیاری، دروازه‌بان تیم نفت و گاز گچساران. یک بار دیگه توپ رو میزنن و برگشت توپ به سمت دروازه‌بان و باز هم بختیاری توپ رو میگیره. حالا حدود 8 ثانیه بود که توپ رو در اختیار داشت بختیاری الان و همین توپاست که میگن که کورنر حساب میشه به نفع تیم حریف. سعیداوی منتظریم تا این توپ رو بفرستن بازیکن تیم نفت و گاز. توپی که فرستاده میشه ضربه سر بازیکن تیم داماش گیلان. میاد یزدانی میانه های میدان، باز هم این سم سعیداوی و صمد مرفا که معترض هست، میگه توپ رو درست بزنن بازیکن تیم خودش، اعتراضی که نسبت به بازیکنهای خودش داره. چهل نهمین دقیقه وارد 50مین دقیقه از این دیدار شدیم. حدود 40 ثانیه به پایان این دیدار زمان داریم در نیمه اول. یک بار دیگه از سمت راست، حالا موقع خوب برای سیمانپور و خطا نبود یا نگرفت، کلا ندید داور، خطایی رو ندید داور و توپ در میانه میدان در جریان هست. باز هم اعلام خطا میشه. اعتقاد داشتم بازیکن تیم داماش که خطایی اونجا رخ داده. حالا خب داور نزدیکترین فرد به صحنه بود و میتونست ببینه این صحنه که خطا به نظر میرسید. حالا یک بار دیگه ببینیم توپی که اینجا بله خطا میتونست باشه که داور تشخیص نداد. ثانیه‌های پایانی دیدار در نیمه اول هست. باز هم بازیکن تیم نفت و گاز گچساران رو به عقب، توپی که فرستاده میشه و بیرون میره. اینجا هم سوت پایان نیمه اول دیدار به صدا در میاد. استراحت کوتاه خواهیم کرد و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه تلویزیونی باران. در خدمت شما هستیم با
پخش زنده نیمه دوم دیدار دو تیم داماش گیلان و نفت و گاز گشتاران، دیداری که در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت در حال برگزاری است و نیمه اول دو تیم 0-0 به رختکن رفتن و باید ببینیم که در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و کدام تیم برنده این دیدار حساس خواهد شد. اما در تیم داماش گیلان کنعان طاهر نژاد، علی خدایی، میلاد رویین، امیر محمد سیمانپور، امیر محمد فطرتی، محمد رستمی، میاد یزدانی، آرمان لطف خدا، رامین آقالو، یوسف بهزادی و رضا زاهد تبار 11 بازیکنی هستند که علی نظر محمدی به زمین مسابقه فرستاده. مدیر تیم آقای شهرام حمیدیست و مدیر رسانه تیم هم آقای سجاد حقدادی. اما در تیم مقابل علی حدادیفر، روزبه آروانه، محمد مهدیپور، جلیل پناهی، عباس بختیاری، محمد رضا فلاحیان، محمد امین سعیداوی، حسین بهرامی، سامان مهرابی زاده، علی قربانخانی و امید سینک 11 بازیکنی هستند که در نیمه دوم برای عبدالصمد مرفاوی بازی خواهند کرد. علی نظر محمدی یه لحظه در تصویر دیدید، توپ در میانه میدان در اختیار بازیکن تیم نفت و گاز هست. در نیمه اول موقعیت آنچنانی از تیم داماش ندیدیم، حالا باید ببینیم در نیمه دوم چقدر میتونن موقعیت ایجاد کنن داماشی ها برای تیم خودشون. هواداره این تیم 3 امتیاز این دیدار را میخوان و باید ببینیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد و علی نظر محمدی خواهد توانست 3 امتیاز این دیدار را از آن خودش بکنه یا که خیر. خیلی این بازی حساس هست برای داماش ها. به هر حال داماش چشم به 3 امتیاز خانگی این دیدار داره. توپ رو به بیرون میزنن هواداره تیم داماش هم یک صدا تیم خودشون تشویق کنن. محمد رضا مهدوی رو میبینید در کنار علی نظر محمدی، نکاتی رو گوش زد میکنن در بین دو نیمه. همیشه این تیم علی نظر محمدی بوده که موفق تر بوده و شاهد این بودیم که در بازی‌هایی که نیاز به برد داشتن تونسته در نیمه دوم به برد برسه تیم علی نظر محمدی. باید ببینیم که در این دیدار چه خواهند کرد. یک بار دیگه فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان. میاد یزدانی، خود میاد به چپ میفرسته توپ رو برای زاهد تبار، توپی که خواهد زد رضا زاهد تبار. الان موقعیت هست برای خدایی داخل محوطه جریمه، یک شوت و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. آه از نهاد هواداری تیم داماش بلند شد و این چهره امیر محمد فطرتی هنوز پاش به گل باز نشده در این دیدار مثل دیدار هفته قبل. کرنر رو خواهند زد بازیکن تیم داماش. میاد یزدانی، کرنر میفرسته داخل محوطه جریمه با ضربه سر کمی دور میکنن هواداری تیم بخشید بازیکن تیم نفت و گاز. حالا موقعیت داره ایجاد میشه برای نفت و گازی ها از سمت چپ و توبی دید این صحنه رو که توپ به دست علی برخورد کرده و اعلام خطای هند رو میکنه داور این دیدار محمد میرزایی. داور وسط این دیدار محمد میرزایی است. کمک اولیشون امیر غفوری، حمید سرایی کمک دوم هست و داور چهارم امیر معصومی فر هست. ناظر داوری این دیدار آقای صادق نوری است، از داوران خوب پیشکسوت فوتبال کشورمون که بازی‌های زیادی رو در استان گیلان حضور داشتن. و ناظر داوری هم آقای غلام رضوی به همراه آقای پورهادی که نماینده استان گیلان هست. بازی در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت داره برگزار میشه. ورزشگاهی که میبینید چمن خوب و عالی رو داره. این سری دیگه دارن واقعا رسیدگی میکنن به این چمن. یک بار دیگه جا داره تشکر بشه از همه اعضای هیئت فوتبال و
اداره کل ورزش و جوانان که این چمن رو حداقل دارن حفظ میکنن. حالا درسته که جایگاه روبرو هنوز آماده نیست، تلاش کردن که آماده کنن این جایگاه رو. صحبتی هم که با آقای آرمان داشتیم، گفت فاز دومش رو دارن آغاز میکنن و ما هم امیدواریم که درست بشه تا هوادارهای سری بتونن به ورزشگاه بیان و بازی تیم محبوب خودشون داماش گیلان رو از نزدیک ببینن و بتونن تیم خودشون رو تشویق کنن از نزدیک. توپ رو بازیکن تیم نفت و گاز خواهند زد. کمی میگه آرومتر کار رو دنبال کن. روزبه آروانه به محمد مهدی پور میگه. یک بار دیگه توپ رو میفرستن بازیکن تیم نفت و گاز. باز هم توپ رو به راست میارن. بازیکن تیم نفت و گاز جنای بازی رو کلا عوض میکنن، به سمت راست زمین خودشون میبرن. بازیکن داماش میخوان توپ رو بگیرن اما موفق نیستند. توپ بیرون رفته و پرتاب برای داماش خواهد بود. باز هم در میانه میدان بازیکن تیم نفت و گاز هستن که صاحب توپ هستن و توپی که به بیرون میره. یک بار دیگه اعلام خطا میشه. بازیکن تیم نفت و گاز میان تا این ضربه خطا رو بزنن. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت و گاز از سمت چپ خودشون و توپی که بیرون میره و پرتاب برای نفت و گاز گشتاران خواهد بود. خود سعیداوی، محمد امینی سعیداوی پرتاب رو انجام میده. توپ باز هم به بیرون میره و دوباره پرتاب برای بازیکن تیم نفت و گاز و اعلام خطا میشه. این بار اعلام خطا میشه. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش این ضربه رو میزنن. در 10 بازی گذشته تیم داماش 2 تا برد رو تونسته کسب کنه. 5 تا از بازیاش 3 تا بازیش مساوی و 5 تا هم باخته. تیم داماش گیلان 5 تا گل زده داشته، 15 خورده، 3 تا بازی تونسته کلین شیت بکنه. تو یه دونه از بازی‌هاش هم کارت قرمز دریافت کرده. یک بار دیگه رو به عقب میارن توپ رو، اما توپی که فرستاده میشه و باز هم به بیرون میره. اما تیم نفت و گاز گشتاران 5 تا بازی اخیر خودش رو برده، 2 تاشو مساوی کرده و 3 تاشو باخته. از 10 بازی گذشته خودش 10 گل زده و 4 تا گل خورده. 6 بازی هم کلین شیت داشته و یک کارت قرمز هم در طول این 10 بازی گرفته. این تیم و این چهره صمد مرفاوی. بگم خدمت شما بینندگان که بازی چندان راحتی هم داماش نداره الان که داره بازی میکنه. بازی بعدیش هم سخت خواهد بود. به هر حال باید از بازی‌های خانگی خودش امتیاز لازم رو بگیره. داماش میاد یزدانی توپ در اختیار داره، خود میاد کمی به راست بیاره برای علی خدایی. خدایی توپ رو میفرسته جایی که
نرسید رضا زاهد تبار رو. یه لحظه تو بعد دست بختیاری جدا شد، اما موفق‌تر خود بختیاری بود دروازه‌بان تیم نفت و گاز گشتاران. توپ رو میفرسته بلند به جایی که کنعان طاهر نژاد حضور داشت. رضا زاهد تبار توپ رو گرفته، رضا توپش رو میزنن، یک لحظه رستمی توپ رو به راست میارن. حالا در میان یه لحظه اشتباه میکنن بازیکن تیم داماش گیلان، باز هم توپ رو بازیکن تیم نفت و گاز گشتاران در اختیار دارن. برگشت توپ، حالا این سمت میخواد ضد حمله شکل میاد. یزدانی خود میاد به سمت راست، اگه بره هیچکس از بازیکنش حضور نداره، به چپ میتونه بده. رضا زاهد تبار اونجا حضور داره، یکی دو بازیکن جلوش ایستادن. زاهد تبار که موفق نیست و رستمی هم توپش رو جایی میده که هیچ کدوم از بازیکن‌ها نمیتونن در اختیار بگیرن. این هم یک نمای هوادارهای تیم داماش که گوشی‌های همراه خودشون رو روشن کردن چرا و یه نمای زیبا رو ایجاد کردن. تعویض حالا برای داماش میخواد انجام بشه، یه تعویض که ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش. توپی که سان میشه داخل مادی جریمه، سیمانپور به دستش خورد که داور چیزی ندید. جالبه، اصلا ندید داور. اوه چه صحنه‌ای بود که این سمت حالا توپ میاد و مهرابی زاده و اعلام بهتر امکان نداشت، به دست بازیکن نفت و گاز گشتاران خورد. اما چی بگیم، حالا صحنه رو میتونیم ببینیم، ما یک بار دیگه صحنه رو دید، باید بررسی بشه این صحنه. توپی که به دست بازیکن تیم نفت و گاز برخورد کرد، نه اون صحنه‌ای که برخورد کرد و ببینیم با هم آرومتر ببینیم، تصویر آهسته تر قطعا بیشتر مشخص خواهد شد که چه اتفاقی رخ داده، سانتی که انجام شد و ببینیم صحنه رو. اینجا تو بله به دست بازیکن تیم نفت و گاز گشتاران برخورد کرد و داور ندید. حالا این سمت این توپ رو خطا گرفت که به هر حال الان باید منتظر باشیم تا ضربه خطا رو بزنن بازیکن تیم نفت و گاز گشتاران در مقابل بهزادی که در درون دروازه ایستاده و باید ببینیم که این توپ به کجا خواهد رسید. توی دروازه است بهزادی، دورخیز بازیکن تیم نفت و گاز. دو تعویض هم همزمان میخواد انجام بشه. جلیل پناهی هست که پشت توپ ایستاده، یه نمای زیبا از پشت دروازه. ببینیم که چه خواهد شد این توپ. 11 جلیل پناهی دورخیز میکنه، سوت داور، توپی که حالا زده میشه توی دروازه قرار میگیره. گل اول برای تیم نفت و گاز گشتاران، 1-0. این هم پناهی که گل اول تیمش رو به ثمر رسون. یک کارت زرد هم داور قطعا بهش خواهد داد به دلیل خوشحالی که انجام دادن در کنار زمین. بله به یکی از مربیان تیم نفت و گاز کارت رو نشون میده. به هر حال بازی فوتبال هست و نباید بازیکن تیم داماش میموندن که ببینن چه اتفاقی رخ داده. به هر حال داور نگرفت و بازی ادامه پیدا کرد. اونقدر اعتراض و موندن و اینا کار دست تیم داد. دو تعویض حالا انجام میشه برای تیم داماش. 27 70 33 70 33 رضا زاهد تبار میاد بیرون. 4 24 امین محمد فطرتی است و رضا شاخص که به زمین مسابقه نظر محمدی هم اعتراض میکنه. حالا میگه که باید فیلم بازی رو ببینیم، فیلمو که ما دیدیم. این هم
ضربه پنالتی که به گل تبدیل کردن بازیکن تیم نفت و گاز. اعلام خطا میشه اینجا. یک بار دیگه بگم که در بازی همزمان شهرداری نوشهر هم یه گل به شهرداری آستارا زده در دقیقه 71 که اون بازی. حالا بازیکن تیم داماش این توپ رو خواهند فرستاد بر روی دروازه و باز هم اتفاق خاصی رخ نمیده برای داماش و توپ بیرون میره. اشتباه داوری اونم در زمین تیم داماش اصلا خوشایند نیست. صحنه‌ای که پنالتی بود رو پنالتی نگرفت و از اون سمت هم خطایی که بلافاصله انجام شد. حالا درخواست میکنیم از همکارمون یه صحنه برخورد به دست بازیکن نفت و گاز را پخش کنن تا قشنگ بینندگان ببینن که چه اتفاق رخ داد. حرکت آهسته‌اش رو قطعا خواهیم دید. البته ببینیم این توپ سرانجامش چه خواهد شد. توپی که بازیکن تیم نفت و گاز گشتاران در اختیار دارن. در میانه راه توپ به بیرون میره. حالا موقعیت خوبی از ما اون صحنه رو ببینیم. توپی که اینجا فرستاده شد از داماش هم عبور کرد و قشنگ به دست بازیکن تیم نفت و گاز برخورد کرد، اما داور اعتقاد به خطای هند نداشت. مسیر توپ هم قشنگ تغییر داد. حالا چی رو میخواست داور بگیره؟ کمی آهسته‌تر هم اگه بشه همکارا نشون بدم ممنون میشم. حالا بیشتر تا بینندگان ما ببینن. آره اینجا توپی که به دست بازیکن تیم نفت و گاز برخورد میکنه. البته داور دیگه تشخیص نداد اون و بازیکن نباید میموندن که چه اتفاق رخ داده و اعتراض میکردن که همون توپ بره اون سمت و وارد دروازه داماش بشه. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت و گاز موقعیت خطرناکی اون رفت. در حال تیم نفت و گاز 1-0 در زمین داماش از تیم داماش گیلان پیش هست. یک بار دیگه در میانه میدان بازیکن تیم داماش صاحب توپ رضا شاخص توپ را به میاد سپرده. خود میاد یزدانی. میاد هست و دو سه بازیکن و توپی که باز هم بختیاری برمی‌گردونه از تیم نفت و گاز گشتاران. حسرت این چهره میاد یزدانی واقعا هم حسرت خوردن داشت. توپی که میتونست راحت به گل تبدیل کنه. البته کار خیلی سخته. عرض کردم که در 10 بازی گذشتهش فقط گل رو دریافت کرده تیم نفت و گاز گشتاران. یه خورده بازی سخت است و توپی که باز هم به گل تبدیل نمیشه. خوب بازی میکنن اما یه خورده دیر موتورشون روشن شد بازیکن تیم داماش. حالا یه تعویض دیگه که قراره انجام بشه. صحنه رو ببینید. میاد یزدانی توپی که زد و بختیاری به کرنر فرستاد. حالا خود بختیاری بازی رو آغاز خواهد کرد. در میانه میدان توپ از این سمت به بیرون میره. یک بار دیگه یه بازیکن تیم داماش روی زمین افتاده اما داور خطایی رو اعلام نمیکنه. میلاد روی این بود که روی زمین افتاده بود اما داور خطا نگرفت. حالا بازی رو به چپ میارن بازیکن تیم داماش. از اون سمت چپ خودشون میخوان حمله رو تدارک ببینن. رو به عقب کار میکنن بیشتر. جایی که حالا رامین آقالو حضور داره. یه تعویض دیگه قراره انجام بشه برای تیم داماش گیلان. 62 مهرداد هیدری به زمین بازی خواهد اومد و علی خدایی بیرون میاد در تعویضی که قراره انجام بشه. یک بار دیگه
سعیداویه که توپ رو میگیره، بازیکن تیم نفت و گاز گشتاران. باز هم از همون سمت توپ به بیرون میره و پرتاب برای داماش خواهد بود. البته خدایی باید بیاد بیرون و حیدری وارد بازی میشه. از همون سمت زمین رو ترک میکنه حیدری و بخش خدایی و حیدری وارد بازی میشه. پرتاب برای تیم نفت و گاز گشتاران. این چهره علی خدایی است که داره زمین رو ترک میکنه. باز هم در میانه میدان تیم داماش صاحب توپ رو میفرسته پشت محوطه جریمه، جایی که حیدری تازه به میدان اومده حضور داره. توپ رو در آغوش میگیره دروازه‌بان تیم نفت و گاز گشتاران. باس بختیاری یک بار دیگه بازیکن تیم داماش در میانه میدان، ضربه سر بازیکن تیم نفت و گاز. باز هم زرتپوشان تیم نفت و گاز صاحب توپ هستن. توپ رو حالا به چپ میارن، جایی که جلیل پناهی حضور داره، زننده تکل این دار تا اینجای کار از روی نقطه پنالتی. باز هم یه توپ از علی قربانخانی. این سمت داماشی ها توپ رو به راست میارن. باز هم بازیکن تیم داماش گیلان صاحب توپ. یه توپ رو خوب از بازیکن تیم داماش، توپی که سان میشه داخل محوطه جریمه. توپ نرسید به سیمانپور و ایسام. حالا موقعیت هست برای داماش که باز هم سنت حمله برای نفت و گاز داره شکل میگیره از سمت راست. علی حدادی فر یه لحظه توپ رو گرفتن مدافعین تیم داماش. صمد مرفاوی هم حالا دیگه میره روی نیمکت میشینه، خیالش تقریبا راحت است از گلی که تیمش به ثمر رسونده و یکی از دستیاراش میاد در کنار زمین حضور پیدا میکنه. یک بار دیگه رستمی روی زمین میفته، سیمانپور رو اعلام خطا میشه. اعلام خطا برای تیم داماش. نیمکت رو ببینید، علی نظر محمدی صحبت میکنه با محمد خردمند که میخواد به زمین مسابقه بیاره. حالا توپ رو میفرسته میادی یزدانی داخل محوطه جریمه. دو سه بازیکن داماش حضور دارن. توپی که باز هم بختیاری در اختیار میگیره، دروازه‌بان تیم نفت و گاز گشتاران. ضربه سری که مدافعین تیم داماش خود نفت و گاز فرستادن. تعویض تیم داماش را هم خواهیم دید تا لحظات دیگر. برگه تعویض یادداشت میشه و ببینیم این سمت توپ چه خواهد شد و تعویضی که تا دقیقه دیگر انجام خواهد شد. هادی و لطافتی و ناظر بازی اونجا حضور دارن. این سمت پرتاب باید شکل بگیره برای داماش. هوادارهای داماش گل میخوان. رضا شاخص رفته تا این پرتاب رو انجام بده. خود شاخص پرتاب انجام میشه در محوطه جریمه. داخل محوطه بود که توپ رسید به دوباره بازیکن تیم داماش. 58 رو رامین آقالو به چپ میبره توپ رو. سیمانپور آفساید هم نیست. خود سیمانپور رو به عقب کجا فرستاد توپ رو. باز هم یه اشتباه دیگه تیم رو دوباره تو فشار قرار میدن بازیکن تیم داماش. این سم بازیکن تیم نفت و گاز صاحب توپ هست پشت محوطه جریمه و این بار توپ رو گرفتن داماشی ها. با شما 18 میلاد رویین بود که این کار رو انجام داد. علی نظر محمدی حالا محمد خردمند رو میخواد بیاره و کنعان طاهر نژاد بیرون بکشه. خردمندی که به بازی خواهد اومد. دوباره حدادی فر از نفت و گاز و توپ رو جمع میکنن بازیکن تیم داماش گیلان. دوباره رستمی توپ هست به راست میاره توپ رو. باز هم میلاد رویین، خود روی زمین میفته و اعلام خطای هند خود رویین گرفته میشه.
تعویض حالا داره انجام میشه. یاره شماره 59 خردمند از همین سمت بیرون میره و ترانه تانجان که از اون سمت به بیرون رفت وارد بازی شد. خردمند 71مین دقیقه از این داره، هنوز 19 دقیقه دست نخورده داره تیم داماش و میتونه این نتیجه رو جبران کنه. یک کارت زرد رو حالا داور به یار شماره 27 امید سینگ نشون میده و به دلیل اتلاف وقت یک کارت زرد رو امید میگیره. باز هم از سمت چپ بازیکن تیم داماش توپ رو از دست میده میاد یزدانی و هوادارایی که خود ناراحت میشن توپ از دست دادنهای بازیکن‌های خودشون. باز هم به سمت چپ میارن توپ رو. بازیکن تیم نفت و گاز در شماره 11 خطا نیست، جلیل پناهیه که توپ رو میزنه. میانه میدان دوباره داماشی ها صاحب توپ میشن. بازیکن تیم داماش خوب کار میکنن و توپی که به بیرون میره پرتاب برای نفت و گازی ها. توپ رو پرتاب میکنن این سم بازیکن تیم داماش که لطف خدا بود توپش به بیرون رفت. در حال صحنه‌های داوری تو این بازی باید بررسی بشه، ولی چه فایده که دیگه امتیاز به تیم متضرر بر میگرده. حالا اون صحنه رو پنالتی بگیرن یا نگیرن کارشناسان داوری چیزی به داماش نمیرسه و باید داماش اگه میخواد امتیاز بگیره این بازی رو ببره. حالا نتایج دیگه هم جالبتر شده. شهرراز با پارس جنوبی 1-1 مساوی شده بازیش. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت و گاز مهرانزاده توی آفساید و بله داور پرچم خودش رو بالا میبره. حالا یه تعویض دیگه قراره برای تیم نفت و گاز انجام بشه، در حال نوشتن تعویض هست. سرپرست تیم نفت و گاز نیروی زمینی یه گل از آریو اسلام شهر دریافت کرده و 1-0 عقب هست تیم نیروی زمینی. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست، توپی که محمد خردمند میخواست بفرسته که موفق نبود. رو به عقب دوباره لطف خدا رستمی خود آرمان لطف خدا لطف خدا کوتاه کار میکنه با میلاد رویین، دوباره به رستمی میاره به میانه میدان سعیداویه که سری توپ رو برمیگردونه از تیم نفت و گاز گشتسارا و توپی که حالا به بیرون میره. تعویضی که باید انجام بشه. شهرداری آستارا گل دوم رو هم دریافت کرده از تیم شهرداری نوشهر در ورزشگاه تجنکلای چالوس دارن بازی میکنن و اون بازی 2-0 به نفع تیم شهرداری نوشهر هست و متاسفانه باید گفت که شهرداری آستارا دیگه باید یکی از تیم‌های سقوط کننده به رقابت‌های لیگ 2 باشه. دیگر نماینده استان گیلان در رقابت‌های لیگ دسته اول. حالا این سم بازیکن تیم داماش توپی که فرستیشه و دروازه‌بان تیم نفت و گاز گشتسارا توپ رو جمع میکنه و یه کارت زرد اومده از جیبش بیرون آورده داور این دیدار. ببینیم نه نشون میده، بله نشون میده به میاد یزدانی بازیکن تیم داماش گیلان. 28 برای تیم نفت مصطفی آرش هست که به زمین بازی خواهد اومد و سامان مهرابی زاده است که میخواد بیرون بیاد. باید ببینیم که 28 با 74 فعلا تعویضی انجام نشده.
حالا سامان مهرابی زاده میاد و در کنار زمین داره آبی مینوشه. هنوز تعویض قرار نیست انجام میشه. سمند مرفاوی اشاره میکنه به مصطفی آرش که توی بازی رفت چه کاری انجام بده، اما تعویضی در کار نیست فعلا. علی نظر محمدی رو میبینید مثل کرمان 2 گل رو مثل شهر بابک زده و بازی اونجا تموم شده. فجر سپاسی هم 1-3 پالش نفت بندرعباس رو تا اینجای کار شکست داده. دقیقه 86 اون بازیه. نفت مسیح سلیمان سایپا هم 0-0 بازیشون داره دنبال میشه. داماش گل بزن رشتیا بیقرارن، شعاری که هوادارهای تیم داماش دارن سر میدن تو ورزشگاه. الان باید خدمت شما عرض کنم که شهر راست بازیش مساوی شده و یه پله پایینتر از داماش هست. نیوزمینه که بازیشو واگذار کنه. نتایجی که به دست اومده میشه که برای داماش خوب هست، اما بازی‌های داماش خیلی سخت‌تره در هفته‌های بعد و باید بیشتر دقت میکنن که روز که دیگه خیلی بد شده. هفته بعد داماش گیلان بازی سختی رو در اسلامشهر خواهد داشت با آریو اسلامشهر و میگم خدمت شما بله حالا تعویض باید انجام میشه. سامان مهرابی زاده بیرون خواهد اومد و مصطفی آرش جایگزینش خواهد شد. این هم صمد مرفاوی که سامان رو در آغوش میگیره. 2 موقعیت سامان از دست داد و صمد مرفاوی بد جوری داغ کرد نسبت به اون صحنه ها. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش در میانه میدان صاحب توپ هستن. میاد یزدانی توپ رو سعیداوی برمیگردونه. یک بار دیگه از سمت راست و خطا اعلام نمیشه از سوی داور. رو به عقب آرمان لطفی خدا برای بهزادی در میانه راه. چرا اینقدر پاس اشتباه میدن بازیکن تیم داماش؟ چه توپی بود که الان فرستاده شد. حالا خوبه که سریع جمع میشن و میان عقب، ولی خب خیلی راحت خودشون رو تحت فشار قرار میدن بازیکن تیم داماش. و دیگه علی نظر محمدی باید چیکار کنه که تیمش بخواد به گل برسه؟ توپی که میزنه به صورت بازیکن تیم نفت و گاز هم برخورد میکنه و توپ بیرون میره. 80مین دقیقه از این دیدار. نفت و گاز 1 داماش گیلان 0. پرتاب برای داماش. میلاد روی این پرتاب رو انجام میده. باز هم بازیکن تیم ناز با ضربه سرکمی توپ رو دور میکنن. باز هم داماش صاحب توپ. رستمی جایی به فیزیک آقالو حضور داره. خود آقالو به چپ باید بره که میاد رو صاحب توپ کنه. اینور راست میاره و جناح بازی رو میخواست عوض کنه که موفق نبود. چوکا هم 1-1 مساویه در ماهشهر با تیم شهرداری ماهشهر. بازی 1-1 مساوی است. در لیگ 2 این تیم داره بازی میکنه. امتیاز خوبی هم علی اشوریزاد به دست آورده در تیم چوکای تالش. علی اشوریزادی که یک زمانی با همین علی نظر محمدی در تیم‌های مختلف استانمون به عنوان مربی حضور داشته. یک بار دیگه از سمت چپ توپ رو یک بار دیگه توپ رو در اختیار دارن بازیکن تیم داماش. در گوشه زمین توپو زمین رو در اختیار دارن. باز هم توپ بیرون میره و از کنار دروازه تیم نفت و گاز گشتاران بازی باید آغاز بشه. نمایی از علی نظر محمدی در کنار زمین به همراه جایگاه تیفوسی های هواداره داماش
که در تصویر میبینید. در حال بازیکن تیم داماش در اختیار میگیرن. باز هم داماشی ها توپ رو به بیرون میزنن. تعویض قرار انجام بشه برای تیم نفت و گاز گیساران. 17 با 11 تعویض خواهد شد. دو بازیکن تازه به زمین اومدن و رضا بختیاری به جای زننده تکل این دیدار از روی نقطه پنالتی یعنی جلیل پناهیه که تعویض خواهد شد. در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت 1-0 تیم داماش عقب هست از نفت و گاز گیساران. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت چپ زمین خودشون جنوب بازی رو عوض می‌کنن، به راست میارن. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. موقعیت خوبی است برای داماش. دیگه باید پنالتی میگرفت داور. واقعا نمیدونم چرا این صحنه رو داور روی دروازه داماش نمیبینه. واقعا اگه این صحنه پنالتی نبود و اون یکی نبود پس این چی بود؟ مگه میشه این صحنه رو ندید؟ نمیدونم والا. به ما که میگن کارشناسان داوری باید نظر بدن راجع به این صحنه ها، ولی خب دیگه وقتی امتیاز از دست رفت کارشناس داوری و نظر محترم کارشناس داوری چه به درد داماش خواهد خورد. اینجاست که دوستان باید ورود کنن و نظر بدن روی این صحنه ها. واقعا حیفه توی شهر خودت باشی و حالا میگم بازم من قضاوت نمی کنم و میذاریم که کارشناسان داوری نظر میشد. حالا دیگه خطا نبود. داور چی دید و میگم چهره داور این دیدار هست که ما یک بار دیگه این صحنه رو خواهیم دید قطعا. علی نظر محمدی هم اعتراض میکنه، تماشاگر هم همه داشتن اعتراض میکرد. آقای رضوی اعتراض میکنه، علی نظر محمدی دستش هم جایی بند نیست. ببینید این صحنه رو قشنگ ببینید شما بینندگان عزیز، نظرتون رو بگید. هم از پشت زد، هم پای بازیکن رو زد، هم اصلا کاری به توپ نداشت و صحنه خطا گرفته نشد. واقعا بعضی چیزا رو آدم میبینه دیگه نمیتونه سکوت کنه. حالا میگم ببینید این صحنه رو، اینجا که میشد بگیره اینجا هم زد دیگه. به هر حال چی بگیم، میگم کارشناسان داوری قطعا نظر خواهند داد و میگم باز هم به درد داماش نخواهد خورد. حالا 3 امتیاز رو از دست بدن، 10 بارم کارشناس بیاد بگه آقا بله پنالتی بوده، هر دو صحنه هم پنالتی بوده. مثل هفته قبل که گفتم پنالتی نبوده. نمیدونم والا دیگه چی باید گفت. کارت زرد هم به روزبه آروانه نشون داد داور به دلیل خطایی که انجام داد برای تیم نفت و گاز. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان فرصت هست برای داماشی ها و باز هم توپ رو برگشت میده دروازه‌بان تیم نفت و گاز گیساران. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان، حالا از سمت راست میاد یزدانی، خود میاد سانتی که انجام میشه پشت محوطه جریمه و باز هم برمیگردونن. یک بار دیگه یه بازیکن نفت و گاز گیساران روی زمین افتاده. داماشا که بازیشون ادامه میدن و باز هم از سمت راست داماشی ها یه توپ خوب رو میارن داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای داماش و گل مساوی.
و چه دقیقه‌ای، چه گلی میاد یزدانی بود که گل تساوی رو به ثمر رسون. این شد گل. حالا همه چی به تساوی کشیده میشه. حداقل خوبیش اینه که داماش نمیبازه بازی رو. 1-1 مساوی. آتش بازی داماشی ها رو ببینید. مساوی میشه بازی. بازی در چه دقیقی مساوی میشه؟ 87مین دقیقه. البته گل در دقیقه 86 به ثمر رسید. هواداره داماش خوشحال هستن از گلی که به ثمر رسیده. آتش بازی هم که راه می هواداره تیم داماش گیلان. واقعا قدر این هوادارا باید دونست. هواداری که با هزینه شخصی خودشون از این کارا میکنن برای داماش. ببینید توپی که اینجا رسید، میاد یزدانی و توپی که پله شد و وارد دروازه تیم نفت و گاز گشتاران شد. بازی خوبی از این چند دقیقه یه صحنه زیباتر رو هم کارگردان ما به تصویر میکشه. مدت ها بود اینجوره آتش بازی ما در ورزشگاه عزودین ندیده بودیم. بعد از آخرین بازی که تیم داماش با سایپا داشت تو ورزشگاه، سال بود که تیم در لیگ دست اول موندگار شد، اینجور تصاویر زیبا رو ندیده بودیم ما. بازی 1-1 مساوی میشه. امیر معصومی اشاره میکنه به یکی از اعضای کادر فنی که بیاد یه کارت زرد رو بگیره. به راستین نظر محمدی کارت زرد رو نشون میده. حالا ریزور تیم هست راستین، در کنار پدرش علی نظر محمدی به تیم کمک میکنه. پلن بی علی نظر محمدی رو اینجا باید دید. بارها گفتم در مواقع بحرانی علی نظر محمدی میتونه بازی رو برگردونه. حالا داماش به دنبال یه دیگه هست. نمیدونم به علی نظر محمدی هم کارت زرد نشون داد بچه‌ها. بله، علی هم یه کارت زرد رو گرفت. اینجا هم یه کارت زرد به یکی از مربیان تیم نفت و گاز گشتارا هم نشون میده داور. گل رو ببینیم آقای باقر سلیمی، یک بار دیگه گل رو ببینیم. ما گلی که اینگونه به ثمر رسید، توپی که فرستاده شد به میاد یزدانی و کاری هم از دست بختیاری بر نمی اومد. گل دو حالا بازی مساوی میشه و به دنبال گل دوم هستن بازیکن تیم داماش. چوکا هم گل دوم رو زده. شاهکار علی اشوریزاد شاگردانش در ماهشهر که 2-1 جلو هستن تیم ماهشهر. اینجا هم وقت تلف شده رو ببینیم چقدر اعلام میکنه داور. 8 دقیقه وقت تلف شده. 8 دقیقه زمان زیادی هست برای نیمه دوم و امیر معصومی فرد میاد و نشون میده تابلو وقت اضافه رو. چقدر اسم شبیه امیررضا معصومی خودمونه، کشتیگیر ماسالی تیم ملی که افتخارات زیادی رو در تیم ملی کشتی برای استان گیلان آورده. یک بار دیگه بازیکنان تیم داماش توپی که میفرستن و خطایی که باز هم اعلام یکی دیگه خیلی خطرناک بود و آفساید اگه بره. و بله، داور گاز گشتاران. چه بازی شده این بازی و یک تساوی ارزشمند فعلا تا اینجای کار. یک بار دیگه از سمت راست بازی رو به چپ میبرن.
رامین آقالو دوباره جناح رو عوض میکنه، به جناح چپ زمین خودشون میبره بازی رو. سعید آبی اونجا هست و توپی که این بار دروازه‌بان تیم گچساران در اختیار میگیره. علی نظر محمدی رو ببینید، کاپشن خودش هم در میاره. علی نظر محمدی توی سرمای هوای شهر رشت بد جور حالا گرمش میشه. علی نظر محمدی 93مین دقیقه از این دیدار. 5 دقیقه به پایان این دیدار زمان داریم و باید ببینیم در این 5 دقیقه چه کار خواهند کرد. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش رو به عقب، بازیکن تیم نفت و گازن که صاحب توپ میشن. از سمت راست زمین خودشون توپ به بیرون رفت. پرتاب برای زرد پوشان نفت و گاز گچساران، توپی که میزنن باز هم پشت محوطه جریمه. بازیکن تیم نفت و گاز صاحب توپ هستن، باید بیشتر مراقبت کنن. بازیکن تیم داماش توپی که حالا فرستاده میشه بهزادی، میاد و جمع میکنه و خیال همه رو راحت میکنه. با کارشناسان داوری هم همکارانمون تماس گرفتن. نتیجه رو من تا چند دقیقه دیگه به شما میگم که در مورد دو صحنه چه نظری دارن. یه توپ که باز هم میاد جلوی پای میاد و نتونست به گل تبدیل کنه. یک بار دیگه موقعیت هست برای ماشی ها. حالا از سمت راست موقعیت خوبی رو میتونن ایجاد کنن داماش بر روی دروازه نفت و گاز. اگر اشتباهات فردی رو کمتر کنن روی زمین میفته یه بازیکن از داماش گیلان که میلاد رو این باشه و کمک هم صحبت میکنم خطایی نیست و بلند میشه بازی ادامه میده. یک بار دیگه به چپ میبره سیمانپور، خود سیمانپور همینجوری فشار بیاره داماش عالیه و میتونه به گل دوم برسه. خود سیمانپور پرتابش انجام میده. یک بار دیگه رو به عقب رستمی توپ رو داشت و میاد یزدانی برگشت توپ. حالا این داره ضد حمله شکل میگیره، اجازه کار رو نمیده و یک کارت زرد رو هم زدم فکر کنم هم به رضا شاخص کارت زرد داد، هم آره 2 تا کارت زرد نشون داد. به رامین آقالو هم یک کارت زرد نشون داد. حالا به هر دو نفرشون کارت زرد رو داد. علی نظر محمدی رو ببینید در کنار زمین آرام و قرار نداره. علی نظر محمدی به دنبال این تیمش بتونه گل بزنه و از این شرایط بیرون بیاد. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت و گاز یک بار دیگه داخل محوطه جریمه و بهزادی که توپ رو جمع میکنه. اعلام آفساید میشه. آفساید برای تیم نفت و گاز گرفته میشه. صمد مرفاوی توپ رو نمیده. حالا داور میگه که آرومتر کار کنن. امیر معصومی میاد و کمی به عقب فرار میکنه بیان دو تیم رو، هم تیم نفت و گاز هم داماش. اعلام خطا میشه. خطا این بار برای داماش. دیگه علی نظر محمدی کم مونده خودش بیاد داخل زمین. 96مین دقیقه از این دیدار. 8 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم در نظر گرفته شده. توپی که میزنن بازیکن تیم داماش. حالا موقعیت خوب برای داماشی ها و توپی که باز هم به بیرون میره. 1-1 مساوی این دیدار تا اینجای کار. گروه ورزش شبکه بارال از فردا شب در خدمت شما بینندگان خواهد بود با پخش زنده مسابقات فوتسال جام رمضان در شهر رشت. اون بازی ها ساعت 21 یعنی توپ به بیرون میره.
تیم نفت و گاز باید این توپ رو بزنن. بازیکن داماش این توپ رو میزنن و توپ به نفع داماش به بیرون رفته بود. حالا این سم بازیکن تیم داماش بلند به زمین تیم نفت و گاز با ضربه سر مدافعین تیم زرتپوش نفت و گاز کمی دور میکنن. سراسیمه این توپ رو میزنن. به دنبال توپ هستن رضا شاخص و سیمانپور. رستمی به راست بیاره این توپ رو، توپی که حالا فرستاده میشه جایی که بختیاری در اختیار میگیره. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت و گاز گشتاران حالا ضد حمله رو میخوان شکل بدن، به چپ میارن و توپی که در میانه راه بازیکن تیم داماش به بیرون میزنن. در زمین خودش 1-1 بازی رو مساوی کرده. وانه برای تیم نفت و گاز گشتاران داخل محوطه جریمه شلوغ هست. پرتابی که حالا انجام میشه، ضربه سر بازیکن تیم داماش، برگشت توپ کم کم دیگه سود پایان این بازی رو هم داور باید به صدا در بیاره. البته ببینید صحنه چی میشه این سمت. حالا سود پایان این دیدار. امیدوارم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. داماش گیلان تیم داماش گیلان برای این تیم به دست میاد. امیدوارم که همیشه دار شما شب شما هم بخیر.